یاسین که همیشه مثل یه فرش کنار دست غزال بود با اخم رو به سامان کرد و گفت بس دیگه سامان، اذیتش نکن، از ریشه کندی موهاشو. سامان قرقر کنان جواب داد تو فقط از غزال طرفداری میکنی، یه بار بحث رضای خدا طرف منو بگیر آخه. یاسین با زور موهای غزال رو از چنگ سامان در آورد و نشوندش کنار خودش. غزال هم که کم نمی آورد شکلک برای سامان در آورد. غزال رو به یاسین کرد و گفت فردا اگه درس نداری با بچه‌ها بیا بریم کوه. سامان با قیافه مسخره کنان گفت خانوم شما دستور بده، این نوکر بی جیره و مواجبتون یاسین خان دربست در اختیارتونه. غزال برگشت و گفت توهین نکن، اصلا تو وکیل وصی یاسینی که به جاش جواب میدی؟ زنمون که صدای شلوغی رو شنیده بود با سینی قهوه وارد شد و گفت بس دیگه بچه‌ها، بیاین قهوه بخورین شاید آروم بشین. غزال با خنده گفت زنمون تقصیر این سامانه، از راه میرسه شروع میکنه به جنگ اعصاب. زنمو هم خندید و گفت ناف این پسر منو تو جنگ بریدن، برای همین مثل خروس لاری میپره به همه. غزال خندید و زبونش رو برای سامان در آورد. سامان هم برای حرص یک کسن مبل رو به طرفش پرت کرد. صبح ساعت 5 زنمو هر سه نفر رو از خواب بیدار کرد. بعد از خوردن شیر داغ با ماشین یاسین که تازه عمو براش خریده بود راهی کوه شدن. بقیه بچه‌ها هم کنار مجسمه سنگی منتظر بودن. هوا خیلی سرد بود اما جمع گرمتر از هر بخاری کار میکرد. صبحانه با جوک‌های سامان و بهار پر از خنده شد. بعد از کلی تفریح از کوه برگشتن، دوش گرفتن و غزال هم روی تخت زنمون خوابش برد تا ساغر بیدارش کرد. غزال جان پاشو نهار. بوی قرمه سبزی آدمو بیهوش میکرد. غزال داشت برای خودش غذا میکشید که سامان گفت آهای خانم گاوه کمتر بخور، پیکرت خراب میشه. غزال لوس شد و گفت ببین عمو، باز شروع کرد. عمو غزال رو بغل کرد و گفت این دفعه به خاطر من جواب نده عزیزم. و بعد رو به سامان کرد و گفت تو دیگه چرا به جون غزال میپری؟ حرف نزنی خفه میشی؟ سامان پوزخندی زد و گفت غزال دعا میکنم یه شوهر گیرت بیاد که روزی 100 بار به دستور بده. غزال از خجالت گر گرفت و غذا پرید تو گلوش و بابا به پشتش زد که خفه نشه. سامان هم که ریسه رفته بود گفت تا اسم شوهر میاد دخترها انگار برق میگیرشون. یاسین تا بناگوش قرمز شده بود و هیچی نمیگفت. وقتی بزرگتر رفتن سامان پرید و گفت چی شد؟ کم آوردی؟ غزال زیر لب گفت بیچاره، دعا کن اینجا بزرگترها هستن وگرنه خفت میکردم. زنم و مامان هم طبق معمول درباره کلاس کاراته حرف میزدن و میگفتن کاش هر دوشونو کلاس کاراته نمیفرستادن. حالا هر روز با هم جنگ میکنن. غزال فقط برای اینکه از سامان عقب نمونه کلاس کاراته را ادامه داده بود وگرنه عشقش تیراندازی و سوارکاری بود، چیزی که عمو محمود از بچگی بهش یاد داده بود. روزهای مدرسه هم به همین شلوغی میگذشت. سارا همیشه احساس تنهایی داشت و غزال و بقیه خیلی هواشو داشتن. یک روز بچه‌ها هوس خرمالو کردن و رفتن پشت مدرسه. تو حیاط همسایه یه درخت خرمالو بود که کنار دیوار بود. بنفشه و بهار که جرئت نداشتن. غزال از دیوار بالا رفت که خرمالو بچینه. از بالای دیوار دستش به خرمالوها نرسید، برای همین رفت روی درخت و با خیال راحت مشغول شیدن خرمالو شد که ناگهان صدای یک مرد غریبه قری به به خوش میگذره؟ دزدی؟ اونم تو وسط روز؟ الان به مدیرتون میگم. غزال یه دفعه هول شد و خرمالوها از مقنعه‌اش ریخت رو سر و صورت مرد. غزال آروم از درخت اومد پایین و خودش هم خندش گرفته بود. مرد با دیدن وضعیتش بیشتر هرس خورد ولی در نهایت نرم شد و یک پلاستیک خرمالو چید و به غزال داد و گفت هر وقت خرمالو خواستین به خودم بگین، بهتون میدم، نیازی نیست از درخت بیاین بالا. خرمالوها رو آورد تو مدرسه تا وقتی میخوردن میخندیدن. بعد از مدرسه رفتن خونه عمو. غزال داشت ماجرای خرمالو رو برای همه تعریف میکرد که یک دفعه یاسین سرخ شد و رفت تو اتاقش. همگی مات و مبهوت مونده بودن. عمو لبخند زد و گفت به رگ غیرتش برخورده غزال جان، پاشو برو از دلش در بیار. غزال رفت که با یاسین حرف بزنه. وقتی رفت داخل یاسین روبروی عکس غزال ایستاده بود. غزال گفت چی رو نگاه میکنی؟ من که اینجام. یاسین ساکت بود. غزال طاقت سکوت یاسین رو نداشت، برای همین گفت یاسین من از سکوت متنفرم. چیزی شده؟ از من ناراحتی؟ یاسین رو به غزال کرد و گفت اگه بلایی سرت می اومد. غزال با چهره‌ای برافروخته روبروی یاسین ایستاده بود، نگاه تندی بهش انداخت و گفت اگه بلایی سرم می اومد چی؟ یاسین نفس عمیق کشید و گفت میدونم چی میخوای بگی، حتما میخوای بگی از خودم دفاع میکردم.
ولی غزال جان، تو باید یاد بگیری از جنس مخالف دوری کنی. مرز بین خودت و اونا رو مشخص کن تا پشیمونی به بار نیاری. غزال با تعجب جواب داد: یعنی من اشتباه کردم؟ یاسین نگاه جدی بهش انداخت و گفت: مثلا همین حالا که دستتو دور کمر من حلقه کرده بودی. آره، این کار اشتباهه. چون از بچگی با هم بزرگ شدیم، برات سخت این فاصله رو درک کنی. ولی تو یه دختری، بزرگ شدی و باید بدونی چی درسته و چی اشتباهه. غزال با اخم گفت: حالا من غریبه شدم؟ یاسین با نرمی گفت: نه، غریبه نشدی، ولی نامحرمی. همینی که باید حواست باشه. بعد لبخندی زد، کمی مکث کرد و آروم ادامه داد: غزال جان، تو دختر زیبایی هستی. پریروزی که از دوستام عکس تو رو دید، فکر کرد پوستره. باورش نمیشد واقعیته. غزال لبخندی زد و گفت: خب من چی کار کنم؟ مگه تقصیر منه که خوشگلم؟ یاسین خندید، اما قبل از اینکه حرفی بزنه غزال از جا بلند شد و در رو محکم بست و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. غزال به ساغر گفت: پاشو بریم ساغر. اما هر چقدر اصرار کرد بمونن قبول نکرد. حتی گفت که خودش برسونتشون، ولی غزال بازم لجبازی کرد و قبول نکرد. وقتی بیرون اومدن بارون تندی گرفته بود. دویدن تا سر خیابون که صدای بوق ماشین یاسین از پشت سرشون بلند شد. غزال نگاه کوتاهی کرد، ولی بی‌اعتنا تاکسی گرفت و رفت. شب وقتی تنها شد، هر چقدر به حرفهای یاسین فکر کرد چیزی دستگیرش نشد. با خودش گفت: چرا باید ازش دوری کنم؟ اون که از من بدش نمیاد. با هزار فکر و خیال بالاخره نزدیک صبح خوابش بود. صبح خوابالود به مدرسه رفت. سارا با دیدنش گفت: چی شده؟ دمقی مثل برج زهرمار شدی غزال. غزال گفت: ولم کن سارا، حال ندارم. بهار که همیشه دنبال سر به سر گذاشتن بود گفت: خانم غزال، چی شده؟ چرا امروز انقدر بد اخلاقی؟ غزال بی‌حوصله گفت: لطفاً تو هم شروع نکن. ورود دبیر ادبیات باعث شد که بحث قطع بشه. تمام زنگ غزال فقط خیره به دفترش نشست. وقتی زنگ خورد و معلم رفت، سارا گفت: حالا بگو ببینم چی شده. غزال ماجرا رو براشون تعریف کرد. بعد از تموم شدن حرفش رو به مهتا که عاقل‌تر از بقیه بود گفت: تو چی فکر می‌کنی مهتا؟ مهتا لبخندی زد و گفت: راستش حق با یاسینه. اون نمیخواد ازت سوء استفاده کنه. هر کسی جای اون بود شاید ساکت میمون، ولی اون از روی دلسوزی بهت گفته. غزال با تعجب گفت: از چی سوء استفاده کنه؟ بهار خندید و گفت: آخه تو نمیفهمی؟ منظورش اینه که اگه یه وقت آبرود میرفت چی؟ از شنیدن حرفش سر غزال گیر. راست میگفتن. چقدر خودش رو به نفهمی زده بود. تازه یادش افتاد که با یاسین هم قهر کرده بود. زیبا که کنارشون نشسته بود گفت: ولش کن بهار، بیچاره از صبح حالش خوب نیست. اما بهار ادامه داد: من که چیزی نگفتم که ناراحت بشه. اتفاقا باید خوشحال باشه که یکی حواسش بهش هست. در همین لحظه سارا که تا حالا ساکت بود با چشمانی پر از اشک گفت: خوش به حال غزال. حداقل یکی هست که راهنماییت کنه. من حتی نمیتونم با عرفان یک کلمه درست حرف بزنم. همه ساکت شدن. چند لحظه بعد بهار با خنده گفت: بس کن سارا، نکنه میخوای عاشق داداشت چی؟ همه خندیدن و سارا هم اشکاشو پاک کرد و بعد با لبخند گفت: نه بابا، فقط دلم میخواد یکی منم درک کنه. راستی بچه‌ها، 5 آذر تولدمه. همتون دعوتین. همه بازو قبول کردن. بهار پرسید: عرفانم میاد؟ سارا گفت: نه، اون عاشق رومه. میگه ایران آزادی نداره. بهار لبخندی زد و گفت: همون بهتر که نیاد. آدم بی‌بندوباری مثل اون فقط دردسره. همه خندیدند و بحث به شوخی و خنده کشیده شد. چند روز بعد وقتی مدرسه تموم شد و غزال از در بیرون رفت، پیرمردی جلو اومد و گفت: ببخشید دخترم، شما غزال خانومین؟ غزال با تعجب پرسید: بله. امری بود؟ پیرمرد گفت: این سبد خرمالو رو اون آقا داده، آقا پدرام. غزال جا خورد و گفت: من ایشونو نمیشناسم. پیرمرد گفت: مگه همونی نبودید که چند روز پیش از درخت خرمالو بالا رفتید؟ غزال سرخ شد و گفت: بله، ولی... مهتا زد به پهلوش و گفت: سبدو بگیر دیگه، بیچاره خسته شد. غزال با اکراه سبدو گرفت و تشکر کرد. وقتی پیرمرد رفت با عصبانیت رو به مهتا گفت: ببین چی کار کردی؟ حالا جواب یاسینو چی بدم؟ بهار با خنده گفت: هیچی بابا، بگو یه نفر برات آورده، چرا انقدر استرس داری؟ سارا گفت: بگو من آوردم، ما هم درخت خرمالو داریم. غزال با خنده بغلش کرد و گفت: آخه نجاتم دادی سارا جون. خرمالوها رو بین بچه‌ها تقسیم کرد. چند روز بعد سارا کارت عروسی تولدش رو پخش میکرد. غزال هم آماده شده بود که بره. شب تولد وقتی رسید، از دیدن خونه ویلایی و بزرگ سارا جا خورد. همه بچه‌ها اومده بودند. دختری بور و چشمان آبی گوشه نشسته بود و به بقیه با تکبر نگاه میکرد.
بهار آروم گفت غزال اون دختر رو ببین، قیافش عین ملکه هاست ولی از دماغ فیل افتاده. غزال لبخندی زد. کم کم رقص و خنده شروع شد. مهمونی حسابی گرم شده بود. مادر سارا خانم زمانی زنی مهربون و خوشبرخورد بود. کنار غزال نشست و گفت دخترم انگار قبلا جایی دیدمت. غزال لبخند زد و گفت شاید تو خیابون، چون نزدیک هم زندگی میکنیم. خانم زبانی چند لحظه فکر کرد و گفت اسم بابات مسعوده؟ غزال جا خورد و گفت بله، شما از کجا میدونین؟ خانم زمانی با هیجان گفت وای خدای من، پاشو بریم به سعید نشونت بدم. با شتاب بردش به طبقه پایین، به اتاقی که مردی میان سالی پشت میز نشسته بود. مامان سارا گفت سعید حدس بزن این دختر کیه؟ مرد با دقت نگاش کرد و لبخندی زد و گفت نمیدونم، ولی چهرش خیلی آشناست. خانم زمانی گفت دختر مسعوده، مسعود سراج. مرد از جاش بلند شد و پیشونیشو بوسید و گفت وای دختر دوست صمیمیم، عجب دنیای کوچیکیه. از وقتی گوشیمو عوض کردم شماره‌شو ندارم. غزال جان شماره پدرتون میشه بدی؟ غزال شماره پدر و مادرشو داد تا بتونن تماس بگیرن. وقتی برگشت بالا سارا گفت غزال کجا بودی؟ خانم زمانی خندید و گفت عزیزم، مامان و بابای غزال از دوستان قدیمی ما هستن. سارا با ذوق گفت جدی؟ چه عالی، از این به بعد بیشتر پیش همیم. اون شب وقتی مامان دنبال غزال اومد خانم زمانی رو دید و کلی خوشحال شدن و همو بغل کردن. کم کم غزال و سارا بهترین دوستای هم شدن. حتی بعضی شبها پیش هم میخوابیدن. چند ماه گذشت تا بهار شد. عمو سعید و مسعود تصمیم گرفتن با هم باغی توی قشم بخرن. بعد همگی به اهواز رفتن تا عید اونجا بگذرونن. در گرمای خوزستان خانواده مهمون نواز عمه سارا با روی باز ازشون استقبال کردن. غزال که عاشق لباسهای محلی بود یک شب از لیلی دختر عمه سارا خواست لباس بندریش رو بپوشه. وقتی پوشید عمه لبخند زد و گفت دختر بندری شدی غزال جانا، فقط پوستت زیادی سفیده. همه خندیدند و لیلی گفت غزال اگه امشب بری عروسی همه پسرای بندری عاشقت میشن. غزال با خنده جواب داد برو بابا، من که آش دهنسوزی نیستم. اما وقتی وارد مجلس شدن نگاه همه به سمت غزال چرخید. لباسی با ملیله های نقره‌ای و طرحهای محلی چهره معصوم و سفیدش رو مثل مروارید جلوه میداد. عمه با لبخند اسپندود کرد و گفت هزار ماشاءالله، نکن چشمت بزنن غزال جان. غزال خجالت زده خندید. اون شب تا دیر وقت خندیدند و رقصیدند، اما نمیدونستن روزهای خیلی پرفراز و نشیبی توی راهه.